салом дӯстони гиромӣ, хушомадед ба дарси имрӯзаи мо. имрӯз дар бораи харид кардан мегирем. гуфтугӯи сеюм аст, дарси 45 аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. Hello dear friends, welcome to our lesson. Today I will take about shopping, conversation 30, lesson 45 from English in 99 days. Okay, let's go. دوستان گرامی، چگونه که از عنوان این ویدیو معلوم شد، امروز درباره خرید کردن میگیریم. یعنی یک نفر به یک مغازه میدروید و یک چیز خرید کردنی است، یعنی خریدنی است. همین خرید کردن در زبان انگلیسی شاپینگ می شود. شاپینگ. خب در این گفتگو سیلز پرسن همراهی صدبرگ اشتراک دارند. سیلز پرسن فروشنده می شود. فروشنده. خب همون پرسن شخص می شود و سیل فروختن می شود، یعنی شخصی که می فروشد. شخصی که می فروشد در زبان ترکی فروشنده میگن، در زبان روسی پروداویز، یعنی خیلی پروداویز، و در زبان ترکی ساتوجو. خب در زبان عربی بائع. خب در زبانی با کدام زبانمون؟ خب واضحش همین قدر کفایه است. سیلز پرسن فروشنده و صدبرگ خریدار، یعنی به یک مغازه میدروید و خریدنی است، یعنی لباس خریدنی است. فروشنده میگه can I help you آیا میتوانم شما را کمک بکنم؟ میتوانم شما را کمک بکنم. اگر همین can I help you بخوایم که برای خودمون استفاده کنیم، میگیم که can you help me میتوانی مرا کمک بکنی. اما اگر بگیم که با سوی دیگه کس استفاده کنیم، همچون مخاطب میگیم که can I help you میتوانم شما را کمک بکنم. اما شما اگر مرا بخواید کمک کنید، میگیم که can you help me. اما کمی اگر بخوایم باز رسمی تر شود و باز با بگیم که با ادبانه تر شود، میگیم که could you help me. could استفاده میکنیم. could زمان گذشته can هست. could you help me. خب در اینجا فروشنده گفت که can I help you میتوانم شما را کمک بکنم. صدبرگ گفت که yes، یعنی بله. آره. I'm looking for a sweater in a size medium. I'm looking اگر یک جای آمد for همراهی for میشود که من جستجو دارم، من کافته ایستادم. من جستجو دارم، من کافته هستم. Yes, I am looking for a sweater. بله، من یک سویتر کافته هستم. خب سویتر بگیم در زبان روسی هم سویتر میشود، در زبان تاجیکی عادتا همون لباسا بسیارش از زبان روسی در خمان گذشتگی است. نیمتنه هم میگن، سویتر نیمتنه و هم سویتر، یعنی یک لباسی هست که برای تیرما یا زمستان میپوشیم، یک کمی غفص‌تر است، مثل جمپر، سویتر. این سایز میدیوم و در حجم میانه. خب سایز حجم میشود، میدیوم میانه. چرا اینجا میانه آمد؟ به خاطر که در پایافزال ها مثلا ما استفاده میکنیم، مثلا رقم 41 میپوشم، 42 میپوشم یا که 45 میپوشم، این در پایافزال ها است. اما در لباس ما از میدیوم استفاده میکنیم، یعنی این میدیوم میانه هست، اما هر کس هر خیلی میپوشد. مثلا هست اکسترا سمال و سمال و میدیوم و خب لارج هست، باز ایکس لارج هست. ایکس لارج همون اکسترا لارج می شود و باز هست ایکس، 2x مثلا 2x و لارج، یعنی 2x و L مثلا، یعنی این می شود اکسترا لارج. خب یعنی همین. خب هر کس هر خیلی می پوشد. در اینجا گفته نمیتونیم که مثلا ایروی 30 سال کدام شخص چه خیلی میپوشد. همین قدر بدونیم که حجم هایی که در لباس ها استفاده می شود extra small، یعنی extra small XS و small یعنی S تنها می نویسند در لباس ها و medium یعنی M توقع می نویسند و large یعنی L توقع می نویسند، L انگلیسی، و extra large یعنی باز کلانتر، این رو XL می نویسند و 2XL یعنی extra large می شود
و گاه می نویسن 3XL یعنی برای آدمای فربه بزباله این می شود extra large. خب این بود درباره حجم لباس ها. معذرت یک کمی طولانی کردیم موضوع را. خب فروشنده گفت که let's see. خب بیا بریم ببینیم. مثلا در توجیه چه خیلی از وقت یک خریدار میدونم که من پای افزار کافتی زد میگه بیا بریم کوی اون نشون بدم مثلا let's see بیا بریم کو ببینیم here's a nice white one. اینجا یک تا سفیدی خوب است یعنی یک سویتر خوب رنگش سفید است. what do you think چی فکر داری چی اندیشه داری چی نظر داری؟ صدبرگ در جواب میگه که I think I would rather have it in blue. یعنی من فکر میکنم که برای خودم برتری میدهم خوب میشمارم یعنی که میخواهم که رنگی کبود باشه. یعنی من فکر میکنم که من میخواهم رنگی کبود باشه. rather یعنی برتری دادن افضلیت دادن. و فروشنده میگه اوکی here's blue in a medium. خوب انا اینجا رنگی کبود بوده است یعنی رنگی کبود در حجم میانه همون میدیومی که طلب کرد فرمایش داد. would you like to try it on would در اینجا او همراه ال خوانده نمی شود و old نمی خونیم بلکه میگیم would you like to try it on. try on پوشیدن نمیگم try on یعنی پوشیدن با بروردن یعنی چه بگیم به معنای سنجیدن وقتی بعضی مغازه هست که بعضی مغازه میدونن جای خاص لباس پوشی دارن لباس عوض کنی دارن مثلا اون کورکا را میگیری میروی و یک بار میپوشی میبینی در آینه معقول است یعنی همش توری است باز میبرایی بعدا پولش میتی میگیری میدهی یعنی همین را try on میگم try on. در اینجا it در بین اومد it همون سویتر در نظر دارد یعنی آیا تو میخوای همون یک بار چکنی بپوشی ببینی. و صدبر گفت که اوکی yes I love it. بله اوکی یعنی خوب بله من دوست داشتم ویا یعنی پسند دیدم ویا چرا همون سویتر it fits perfectly یعنی این خیلی متناسبی کامل هست یعنی کاملا خیلی متناسب است. خب بلهجه میگیم یعنی میگیم که یه عجایبات چنی بده یعنی عجایبات چنی خدم بده یعنی کلمه با کلمه اگر ترجمه کنیم it fits این اون متناسب است مناسب است perfectly کاملا. خب اگر بگیم که مثلا it fits یعنی مناسب است اما اگر بگیم که it fits you میگیم که مناسب تو است it fits you مناسبی شما است. مثلا اگر بگیم که it fits me این مناسبی من است. خب how much is it یعنی وقتی گفت که و خیلی مناسب است یعنی کاملا مناسب است و گفت که چند پول است how much is it چند پول است. و فروشنده گفت که salesperson it's $50 it will be 53 with tax. $50 است و همراه انداز 53 می شود. تکس انداز می شود یعنی همون بعضی نرخ است که NDS میگن که همراه NDS 34 هم NDS یعنی همون تکس انداز می شود یعنی بدون انداز $50 است همراه انداز 53 است. یعنی در روسیه NDS میگن در ترکیه مثلا KDV میگن در تاجیکستان مثلا انداز همراه انداز. خب صدبر میگه perfect یعنی عالی I will take it من اون را میگیرم. خب به همین فکر میکنم که تمام شد اگر بله به همین گفتگوی امروزه ما بگیم تمام شد درباره خرید کردن بود. خیلی موضوع مهم است که در آینده برای اکثریت ما و شما لازم می آید وقتی که ما به خارج سفر کردن خواهیم. بنابراین این موضوع را بگم که اهمیت جدی بدین و اون عبارات و کلمه هایی که نمیدونین اونها را حفظ کنین و دوستانی که یگان سوال داشته باشن میتونن در زیر شرح نویسن. تو درس‌های نوبتی خدا نگهدار موفق و مایل سربلند باشین.
See you next class. Goodbye.